سلام، وقتتون بخیر. اپتومتریست عباسی هستم. امروز میخوام در مورد این صحبت بکنم که چطور معاینه چشم بهتری داشته باشید. پس با من همراه باشید. سلام، اپتومتریست عباسی هستم. میخواستم در مورد این صحبت بکنم که چطور معاینه چشم بهتری داشته باشین. این تصاویری که میبینید پرونده یکی از بیمارانمون هست که چند روز قبل معاینه چشم داشتن و با توصیه‌هایی که بهشون کردیم و عمل کردن باعث شد که معاینه چشم بهتری داشته باشن که امروز میخوام در اختیار شما هم قرار بدم. اولین چیزی که ازتون میخوام، اگر فردی هستید که زیاد با گوشی کار میکنید یا فردی هستید که کار نزدیک، یعنی کاری که در فاصله بازوی دست هست، به طور مداوم انجام میدید، ازتون میخوام که اگر معاینه چشم میخواین انجام بدین، 1 روز 2 روز قبل از معاینه چشم سعی کنید که این کار نزدیکتون رو به شدت کاهش بدید و یا اینکه حتما استراحت چشمی بین کارتون داشته باشید، به این صورت که هر 20 دقیقه 1 دقیقه دور رو نگاه میکنید، به فاصله دور نگاه میکنید، دوباره میتونید کار نزدیکتون رو ادامه بدید و بعد از 1 ساعت 15 دقیقه استراحت داشته باشید و این استراحت به این صورت هست که دیگه کار نزدیکتون رو ادامه ندید و میتونید بلند شید و به کارهای دیگه انجام بدید. و مسئله دیگه این که سعی کنید خواب و استراحت کافی داشته باشید، خسته نباشید و اینکه اگر خشکی چشم دارید، اگر قطره براتون دکتر تجویز کرده قطره هاتون رو استفاده بکنید و یا خواب کافی داشته باشید، زیاد در معرض آفتاب و باد قرار نگیرید چشم‌ها و در نهایت اینکه استراحت کافی داشته باشید. باور کنید که ما برای این مراجعه کنندمون همین ها رو ازش خواستیم و وقتی رعایت کرد به شدت، ایشون فردی بود که شاید 6-7 ساعت با گوشی کار میکرد و در یه فاصله خیلی نزدیک گوشی رو نگه می داشت. نکته دیگه هم که باید رعایت بکنید این که گوشی یا اون کاری که شما در فاصله بازوی دست انجام میدید حتما در فاصله 35 تا 40 سانتی متر باشه. حتی امکان در 1-2 روز قبل از اینکه معاینه چشم دارید تو فاصله خیلی نزدیک، خب طولانی مدت برای چشم نمره چشم ایجاد میشه. خب ایشون فردی بودن که 6-7 ساعت گوشی رو در فاصله خیلی نزدیک از چشم نگه می داشتن و همچین نمره چشمی تقریبا 6 نمره ضعیفی داشتن و بعد از اینکه بهشون استراحت چشمی گفتیم 1 هفته ایشون عقب بندازن، سعی کنن رعایت بکنن و مجدد معاینه بشن که بعد از 1 هفته نمره چشمشون خیلی بهتر شده بود و باز دوباره من صلاح دیدم که ایشون استراحت چشمی داشته باشن و 1 هفته بعد معاینه چشم داشته باشن که باز بهتر شد. و این رو هم بگم که ایشون هیچ بیماری زمینه‌ای نداشتن، هیچ مشکل خاصی نداشتن، یه عفونت خیلی ساده داشتن که اینها در نظر گرفته شده بود طی معاینه چشمشون. خب امیدوارم که با رعایت این نکات تجربه بهتری از معاینه چشمتون داشته باشید.